خب امروز اومدیم با ویدیو متفاوت معرفی مدرسه‌مون. اینجا از خیابون که میای زنگو میزنی، در که واسط باز شد میری داخل. سمت چپ در پشتی مدرسه است، اینجام که حیاتشه و اینجا زمین گل کوچیکمونه. آب سرد کن و اینا همه چی به راهه. اینجا هم یه چند تا مرغ داریم و با کفتر. حالا از داخل هم بهتون نشون میدم که چجوریه. این هم از داخلشه. اینجا چند تا 4-5 تا کفتر داریم. این هم تازه اومدن اینجا، زیاد آشنا نیستم با اینجا. بعد بغلش هم چند تا مرغ داریم که 3-4 تا مرغ و یه لاریه و چند تا مرغ تخمی هستش تو اینا. اینجا هم که نمای کاملا حیاته و یه مینیبوس داریم واسه اردو و اینا. تور والیبال هم داریم که هر روز زنگ تفریح والیبال و فوتبال. این برم حیات دومیشه که جدای کلن. این برم بسکتبال داریم و اون بر سینما داریم و سالن نمایش و همه چی. تبیهار که سل و خستم انگار از بلندی. اینجا همون جایی که اول بهتون نشون دادم. اینجا مثلا بیشتر دوچرخه و موتور پارک میکنن که در پشتش. از در پشتی که بری داخل با همچین صحنه مواجه میشید. پایین دفتر و بالا مدرسه است. اینجا هم داخل مدرسه است و کف زمین چمن. مدرسه ما کلا متفاوته و داخلش فرش شده است و طبقه بالاش هم موکته. اگه دوست داشتی کامل ببینی مدرسه‌مون چجوریه و بازی‌های دیگه‌اش چیه تو کامنت‌ها بهم بگو. اگه چند نفر بودن پارت دومش هم می‌سازم. یادت نره لایک و فالو کنی. اگه خواستی بهم بگو حتما.